برادرای عزیز بزرگوار، از شما خواهش دارم که نسبت به همسرها خوش معامله باشید، دوستشون بدارید. بهترین هدیه خداوند هم داده حق شما. برای شما فرزند یه بار فکر کنه بی نسل از دنیا برای چی های؟ همون زنی که به طرف فرزند، همینقدر مردم اینجا جمعیه زنها به دنیا آمد، زن مادر های. زن شخصیت یک جناب پیغمبر هستند جنت در زیر قدم شد. انسان اندک نیست. یک شب آن رنج که مادر کشید بر دو جهانش نتوان برکشید. برای بطر از فرزند تولد کردن او به مرگ دست به گریبان می شود. همین خطر میمونه که جان از بدنش بیرون شود. همین خطر رنج و مشکلی و مشقت حیات بگردن میگه برای تیر بوکنی که اگه بازار میره سر بدن بو میکنه. بعض جوانان با چنان خشتی هستن که حتی آوازی کردن زورش میآید. همراه تو برای جوان بوکنی زندگی دارد و تقدیرش در پند داده بیچاره. این مردی